من اگه جای خدا بودم وقتی همون 100 تا پیامبر اول رو میفرستادم و نتیجه رو میدیدم با خودم میگفتم چکه؟ یه بازبینی بکنم شاید مشکل از فرستاده هاست، شاید مشکل از خودمه، شاید مشکل از بنده هاییه که گوش نمیدن. نه اینکه لج کنم بگم همینی که هست. 120 هزار پیغمبر دیگه هم میفرستم، هر چه شد شد. یه بار با خودت نگفتی چکه؟ همینجور علی اصغری پیامبر شیر میکردی بین مردم بلکه یه دونش بگیره. من اگه خدا بودم با خودم میگفتم آمو ولش کن، اصلا چه؟ مگه اینا کارگر منن؟ مگه من دارم حقوقشون رو میدم؟ مگه وقتی دارن ظلم میبینن من کاری میکنم براشون؟ مگه من نمیذارم بمیرن؟ مگه پولشون تو جیب من میره؟ شایدم با خودش گفته نه نه نه، بذار یه سری قوانینم براشون بارگذاری کنم، یه سری کارا نکنن، یه سری کارا هم بکنن. هر کی هم گفت چکه یا کچه، اخراج فوری دور میدون آزادی. این بشر فقط با تجربه خودش میفهمه. من بودم فقط نگاه میکردم و میگفتم خود دانی و میرفتم رمود تماشاگر سکوت کرده خسته و با خودم میگفتم چکه. ولی خب لجبازی کرد. 124 هزار تا هم فرستاد. اون یه دونه آخری هم که فرستاد 1000 سال سرش دعواست. حق با منه، حق با اونه، تفسیرش اینه، تو غلط کردی. و ما موندیم و 1000 سال بحث و جدل. و خدا همون بالا نشسته میگه دوستتون دارم ما. بیشتر از اون مادری که فرزندشو دوست داره دوستتون دارم ما. 70,000 برابر از اون مادری که دوستتون داره دوستتون دارم ما هم دوستت داریم. I love you.